بینندگان عزیز، علی جان علیف، آموزگار زبان انگلیسی از مؤسسه تعلیمی تیم کالج میباشم. اینک ما امروز تصمیم گرفتیم که درس دوم 16 را به شما فهمونیم. در درس پیشین ما چگونه مکان اشیا را انیخ کردن، یعنی در کجا چی قرار دارد، با هم آموخته بودیم. در این درس ما جمله های سوالی، یعنی سوال میدیم که فلان اشیا در فلان جا هست، یگان اشیا در یگان جا قرار دارد. مکان اشیا را طریق سوال ها ما میپرسیم. بیایید با هم درس را شروع میکنیم. Is there, are there. جمله های سوالی با فعل to be شروع میشوند. چگونه؟ Is there یعنی در شکل تنها، are there در شکل جمع. خب با هم جمله ها رو میخونیم و ساده میکنیم تا اینکه با شما خوبتر شود و فهموتر شود. جمله ها رو میخونیم. Is there, are there. بار دیگر. Is there, are there. خب اگر جمله ما، اشیای ما شکل تنها باشد، ما is there را استفاده میبریم. اگر اشیا در شکل جمع باشد، ما are there را استفاده میبریم. خب جمله های سوالی. Is there a police in the cafe. آیا در قهوه خانه پلیس هست؟ جوابی کوتاه. Yes there is. بله هست. یعنی ما مکان پلیس رو انیخ کرده ایستادیم. Is there a police in the cafe. آیا پلیس در قهوه خانه هست؟ Is there a supermarket near my house. آیا در نزد خانه من سوپرمارکت هست؟ Yes there is. بله هست. No there is not. نه نیست. خب دیگر سوال. Is there a bus at the bus stop. آیا اتوبوس در ایستگاه اتوبوس هست؟ No there isn't. نه نیست. Yes there is. بله هست. Is there a restaurant near my house. آیا در نزد خانه من رستوران هست؟ Is there a library in my school. آیا در مکتب من کتابخانه هست؟ اکنون بینید شکل جمع. ما گفتیم اگر شکل جمع شود، اسم در شکل جمع آید، ما are there را استفاده میبریم. ما گفتیم اگر اسم در شکل جمع آید، are there را استفاده میبریم. Are there two polices in the cafe. آیا در قهوه خانه دو پلیس هست؟ Are there three buses at the bus stop. آیا در ایستگاه اتوبوس سه اتوبوس است؟ Are there four restaurants near my house. آیا در نزد خانه من 4 رستوران موجود است؟ Are there two libraries in my school. آیا در مکتب من 2 کتابخانه هست؟ جوابی کوتاه. Yes there are. بله هست. No there are not. نه نیست. این بود طرز آسان سوال دادن مکان اشیا. یعنی بار دیگر تکرار بکنیم. اگر ما خواهیم مکان اشیا رو پرسیم که آیا ماشین در ایستگاه ماشین قرار دارد، آیا ماشین من در ایستگاه ماشین است، آیا اتوبوس رقم 5 در ایستگاه اتوبوس هست، طریقی is there یا اینکه are there سوال میدیم. دیگر سوال ها. Is there a restaurant near my school. آیا در نزد مکتب من رستوران هست. Is there a library in my town. آیا در داخل شهر من کتابخانه هست. Is there a big supermarket in my town. آیا در شهر من خب سوپرمارکت بزرگ است یا اینکه در شهر شما. Is there a big restaurant in your town. آیا در شهر شما طرفخانه بزرگ هست. Is there a market in your town. آیا در شهر شما بازار هست. اگر شما خواهید یگان مکان اشیا را انیخ کردنی شوید، سوال دادنی شوید، و شما لازم می شود is there, are there. این بود درس امروزه ما و ما امیدواریم از این درس شما کمی بهره بردید. درس های ما را زینه به زینه تماشا کنید، چون که درس های ما از همدیگر علاقمندی دارد. درس 16 و درس 17، درس 17 و دیگر درس ها، هر یک درس زینه به زینه با هم علاقمندی دارد.
با ما بودن را فراموش نکنید. حتما به شبکه ما ابونه شوید. تا درس های من بعد خدا حافظ.